شنوندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجان شریف‌آور. ادامه اخبار. تامین زمین‌های کارام و باغ‌های ناحیه اشت با آب پولیزی از فعالیت پایگاه‌های آبکشی وابسته بوده در منطقه دوستی با ساختن چاه‌های عمودی در زمین‌های نو سبزوات زراعتی کشاورزی کشت کرده می‌شود. در جماعت دیهات اشت استفاده عاقلانه قطعه‌های زمینی نزد حولگی منبع افزون نمودن مواد غذایی خودی میباشد. گزارش روزالی رحمان و الیاسی بابوجان. زمین‌های کشت و باغات ناحیه اشت توسط 5 پایگاه برقی آبکشی از سیردریا با واسطه 16 پایگاه آبکشی از کانال‌های آبگیری با زیاد از 60 کیلومتر کانال‌های آبیاری و بیش از 130 چاه عمودی با آب پولیزی تامین کرده می‌شوند. در آبرسانی به ساحه کشاورزی پایگاه برقی آبکشی اشت یک نقش اساسی دارد. حالا توسط این انشاءات ایریگاسیونی هر شبانه روز برآوردن زیاد از 10 مکعب متر آب پولیزی از امکانات‌های آبرسانی در این دوره مهم و اساسی آبیاری میباشد. در منطقه‌های علاهیده ناحیه اشت وابسته به طلبات افزون نمودن استحصال محصولات کشاورزی با ساختن چاه‌های عمودی نو، آبیاری زمین‌ها تامین و خواجگی‌های دهقانی تأسیس می‌یابند. دوام 2 سال گذشته در منطقه‌های دشت اشت با سهم صاحبکاران و سهامداران 9 چاه عمودی ساخته زیاد از 120 گکتار زمین‌های نو از خود به گردش کشاورزی درآورده 10 خواجگی دهقانی نو تأسیس یافتند. خواجگی دهقانی بهروز در موضع دوستی جماعت دیهاتی اشت با ساختن چاه عمودی تشکیل گردیده زمین‌های سنگلاخ و بیکار خوابیده از خود با وارد خاک بیگانه، پاروی محلی و نوری طبیعی طرف اشت زمین‌ها حاصلخیز شده به موضع استحصال فراوان انواع محصولات کشاورزی تبدیل یافتند. در این موضع باغ بنیاد شده زمین‌های خواجگی در کشت تیرماهی و بهاری غله، سبزوات، پیاز غذایی و تخمی، پالزی‌ها، تربوز و کدو، لوبیاگی‌ها آفتابپرست حاصل دلخواه و فراوان می‌دهند. عین حال جمع‌آوری حاصل وسعت داشته در زمین‌های خالی شده در کشت تکراری لوبیاگی‌ها نشوونما می‌یابند و انواع دیگری زراعت کشت کرده می‌شوند. از خودکنی زمین و تأسیس خواجگی نوی دهقانی عاملی درآمدناکی و جای‌های نوی کاری گردیدند. میراب و متخصصان و کشاورزان به طور دائمی با خواجگی همکاری داشته بیش از 50 نفر زنان و دختران محلی در کارهای پرورش زراعت و حاصلخونداری اشتراک می‌نمایند. این زمین‌ها نو تشکیل کرده شد. خواجگی دهقانی بهروز با ما جاهای کاری تامین کرده شد. با ما زنان و دختران ده درآمد داده شده است. حاصلش باشد فراوان. اگر در موضع‌های دشت دامنه دهه اشت چاه‌های عمودی سرچشمه آبیاری زمین‌ها باشند، آب سوی اشت منبع تامین آب پولیزی قطعه‌های نزد حولگی اهالی محسوب می‌یابد. دیه‌های آب اشت، پیسکاکت، باباخیر، اشت بالا، اشت پایان در دو کنار سوی اشت واقعاند و آب سوی اشت به هر یک موضع و محله این دیه‌ها توسط جای‌ها آورده شدند. در این دیهات 68 جای‌های آبگیری ساخته شدند. 6900 عائله این دیه‌ها از آب سوی اشت و اهل شهرک دوستی با آب چاه‌های عمودی از قطعه‌های نزد حولگی ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌کنند. اهل عائله ملک مشرفوف از حساب قطعه نزد حولگی با محصولات غذایی تر و تازه تامین است. اهل عائله از کشت بروقتی 2.5 تن کارتوشک رانده در این قطعه در کشت تکراری جواری مکه خوب نشونما دارد. در قطعه‌های دیگر از چند نمود سبزوات و زراعت پمیدور، بادرنگ، بلغاری، کدو، لوبیاگی‌ها حاصل دلخواه می‌رویانند. امسال کارتوشک را ما بر وقت کشت کرده بودیم و حاصل فراوان گرفتیم. به جای آن باشد جواری مکه کشتیم. در یک گوشه زمین ما باشد بادرنگ، پمیدور، جواری مکه، بلغاری، سبزی، پیاز، کدو و غیره ها کشت کرده ایم. در عائله میرزعلیف در شهرک دوستی اوید به پرورش سبزوات خصوصا پمیدور و بلغاری ساتکنای میرزعلیف تجربه دارد. این اصول کاری وی را اهل عائله استفاده میبرند و از خطه نزد حولگی حاصل خوشصفت سبزوات میگیرند. در دیه‌های جماعت دیهات اشت ناحیه اشت از 800 گکتار قطعه‌های نزد حولگی تقریبا 350 گکتار زمین‌های کارم بودند. اهل دیهات با رویاندن 2 حاصل با غذای استحصال خودی اهل عائله را تامین و بازار را فراوان می‌نمایند. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با مقصد تامین عائله‌ها با مواد غذایی در فصل زمستان ذخیره‌کنی در شکل کنسرو ادامه دارد. هر یک خانواده در ولایت با استفاده از تجربه بوی و امکانات مساعد یعنی فراوانی میوه و سبزوات با رعایت قاعده‌های سانیتاری و بهداشتی کنسروکنی میوه و سبزوات را انجام داده برای تیر ماه زمستان ذخیره می‌نمایند. گزارش در این خصوص. ساکنان مهنتقرین ولایت ختلان هر وجب زمینی در اختیار داشتهشان را مقصدناک استفاده میبرند و حاصل فراوان به دست میآورند. دسترنج خش را در روزگار استفاده میبرند، به بازار میبرند و همچنین امروزها برای ذخیره زمستان استفاده برده ایستادند.
تا لوبیا تا ماشه همه زراعت های پولزی هست. انا بادرینگ، پمیدار، لوبیا زمین استفاده میبریم. سیب ناک، آلو، انجیر، انار تا چهارمغز هم داریم. همه نمودی چیز میوگی را داریم. باز ذخیره میکنیم. بانوان خاندان در این شب و روز سرتردد بوده با استفاده از محصولات تر و تازه پرورش نموده خویش هر گونه افشوره و شربت ها را آماده کرده برای دوره زمستان ذخیره می نمایند. طبق اطلاع در این قطعه نزد حولگی نمودهای زیادی میوگی و سبزوات و دیگر محصولات کشاورزی استحصال کرده می شود و اعضایان عائله سر کرده از خشک میوه ها اینچنین هر سال تا 200 عدد قطعه های شرطی را از نمودهای گوناگون مربا و خورش ها با رعایت قاعده های سانیتری و گیگینی آماده می نمایند. در عائله شریف‌ها از دهه تاجیکستان سرخ ناحیه نیز مشاهده گردید که زنان و بانوان برای تامین طلبات اهل عائله با محصولات گوناگون غذایی و پرناز و نعمت گردانیدن خانه خود در فصل زمستان آمادگی همه جانبه گرفته الکی بیش از 200 عدد ظرف‌های شیشگین از میوه‌ها، شربت و مربا اینچنین از حاصل سبزوات نزد حولگی خود یک چند نانگوی افشوره و خورش‌ها را آماده کردند. طبق اطلاع با اقدام بخش معنویات مقامات محلی و کارمندان جماعت‌های شهرک و دهات میان ساکنان بخصوص زنان و بانوان وابسته به استفاده با ثمر زمین‌های نزد حولگی و از این حساب تامین نمودن احتیاجات روزگار همزمان ذخیره نمودن آن برای دوره سردی‌ها کارهای فهمانیدهی گذرانیده می شود. سراول به تازگی حتما رعایت میکنیم. بانک‌ها را تازه شسته در بوق گرفته بعد محصولات دری باید شسته مثال بادرینگ در او مونده مثال در او شمادگی شسته بعد در بانکا میگیریم یا پمیدور و شروط همش ریزه کرده جوشونده مثال در بانکا میگیریم بعد باید محکم میکنیم. مثال این بانکا را ما یک سال نگاه می‌داریم بعد استفاده می‌بریم برای ذخیره زمستانه. در جماعت دهات کلینین ناحیه نیز زنان و بانوان الکی طول یک ماه می‌شود که برای تامینات عائله خود در فصل زمستان با محصولات غذایی از لحاظ اکولوژی تازه آمادگی دیده در تیار کردن خورش‌ها در شکل کنسرو و شربت و مرباهای میوگی از محصولات‌های پرورش نموده خویش استفاده می‌برند. با هم مصلحت کرده هر مثال یک روز در خانه ما یک روز در خانه و مصلحت کرده با هم همیها را جمع آوری کرده محکم میکنیم برای زمستان. هر سال ما همین تابستان همین کارمو میکنیم. کمش 100 تا 200 تا. طبق اطلاع مسئولین ناحیه به همین ترتیب در همین شب و روز بانوان و کدبانوهای هنرمند ناحیه عبدالرحمن جامی در همه جماعت‌های شهرک و دهات با رعایت حتمی قاعده‌های سانیتری و بهداشتی از محصولات خوش‌صفت برای تامین احتیاجات روزگار خود با محصولات سرغذا در فصل زمستان در هر یک عائله نکم از 100 عدد ظرف‌های شیشگی، شربت و مربا و کنسرو و دیگر نانگوی افشوره‌ها را آماده می‌نمایند. تورعلی صاحب نظر، اسکندری سعید، پرویزی سفر از ناحیه عبدالرحمن جامی برای برنامه اخبار. موضوع دیگر با مقصد پیشگیری قاعده ویرانکنی حرکت در راه در شهر دوشنبه چوره‌بینی مقصدناک گذرانیده شد. در دوره این چوره‌بینی نسبت به رانندگانی که واسطه‌های نقلیاتشان تنها برای انتقال آدمان پیش بینی گردیده است و با کشاندن مسائل ساختمانی مشغول بودند سندهای مأموری ترتیب داده شده نسبتشان چوره‌های قانونی اندیشیده شد. گزارش در این خصوص. تقویت اینفراساختور راه و کمونیکاسیا در برابر تعمیر و ترمیم راه‌ها بنیاد انشاءات کمونیکاسیونی همچنین از رویه درست قاعده‌های حرکت در راه و معرفت بلند رانندگان هنگام استفاده از این انشاءات و راه‌ها وابسته است. در دایره یک چوره‌بینی فهماندهی از طرف کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در بین رانندگان طرز درست استفاده نقلیات و موافق تامینات استفاده شدن آنها فهمانیده شد. مقصد از گذراندن این چوره‌بینی پیشگیری قاعده ویرانکنی حرکت در راه اوید به کشانیدن برد در واسطه‌های نقلیات سبکراه میباشد. در جمهوری تاجیکستان حالا تمام نمود واسطه‌های نقلیات برای کشانیدن بارها موجود است، اما بعضی رانندگان واسطه‌های نقلیات سبکراه به اهمیتی ظاهر نموده
چنین قاعده‌ویرانکنی‌ها صادر می‌نمایند. در اکثر موارد رانندگان با خودسری اتومبیل‌های سبکرو را با علاوه چند آهن و آهن‌پاره به اتومبیل بارکش تبدیل می‌دهند که به طلبات استانداردها موافق نیست و در اکثر موارد باعث صدمه‌های راه و نقلیات می‌گردد. البته این عامل باعث می‌گردد که هم راننده و هم اشتراکچیان حرکت در راه ضرر بینند. در حالتی که همین واسطه نقلیات با همین بار در راه ناهموار حرکت می‌نماید، هنگام در جای ناهمواری زدن چرخ واسطه نقلیات وزن بار را به پایان میبرد و از احتمال دور نیست که راننده و مسافران آن را پخش نموده به هلاکت رساند یا اینکه مجروح سازد. ضمن سنجش معین گردید که بعضی از رانندگان واسطه‌های نقلیاتی که تنها برای انتقال آدمان پیش بینی گردیده است و کشاندن بار توسط چنین اتومبیل‌ها عموما توصیه داده نشده است، در بالای آنها از معیار زیاد بار کردن مسائل ساختمانی به نظر می‌رسید و از طرف گروه کاری نسبت آنها کارهای فهماندهی گذرانده شد. از این رو رانندگان را ضرور است که اتومبیل‌های خود را چنین بازسازی نکرده موافق تعیینات آن را استفاده نمایند تا حیات خود و دیگران را به خطر نگذارند. این چنین هنگامی که راننده یکی اکباره مجموعه بازداری واسطه نقلیات رو زیر می‌نماید، تنها بلتگی باید داشتن وزن این بار را ندارد و این تنها بلتگی خنده شده از بالای همین واسطه نقلیات پریده و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه ضرر رساندنش ممکن است. از احتمال دور نیست که دیگر اشتراکچیان راه را زده به هلاکت رساند یا مجروح سازد. معرفت بلند خدمترسانی باید در مد اول قرار گیرد، چون که جهان متمدن در پایه معرفت بنیاد شده است و هر چیز در رابطه به خودش قاعده‌های خاص دارد و رعایت آنها حتمی دانسته می شود. گروه کاری همزمان در بین رانندگان کارهای فهماندهی را انجام داده نسبت به آن نفرانی که دست به چنین عملها زدند آگاه کرده شدند. برای رعایت نکردن قاعده بارکشانی در واسطه‌های نقلیات سبکرو نسبت راننده پروتکل ویرانکنی ترتیب داده می شود و حرکت من بعده واسطه نقلیات بعد از فراوردن بار اجازه داده می شود. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و دقت همه صاحبان واسطه‌های نقلیات سبکرو می رساند که قاعده های بارکشانی را در واسطه‌های نقلیات سبکرو رعایت نمایند. از این رو باید رانندگان با چنین بازسازی کردن اتومبیل‌ها به حسن شهر و ناحیه‌ها و راه‌های نوسازی شده نباید خلل وارد سازند. با مقصد تامین فعالیت معتدل شبکه‌های برق ناحیه رشت در موسم تیر ماه زمستان با مبلغ 3 میلیون و 454 هزار سومانی کارهای تعمیر و برقرارسازی پیش بینی شده است. دوام 6 ماه سپری شده سال روان کارمندان سوها با مبلغ 1 میلیون و 580 هزار سومانی کارهای تعمیر و برقرارسازی زیرایستگاه و خطهای برق گوناگون شدت را انجام دادند. گزارش ایدیگلی محمود. در توازن اداره برق رشت 12 عدد زیرایستگاه 110 به 35 1472 عدد ترانسفورماتورهای 10 به 04 3948 کیلومتر خطهای برق گوناگون شده و 6 عدد نیروگاه برقی آبی موجود بوده. کارمندان ساحه با مقصد آمادگی به دوره تیر ماه زمستان کارهای تعمیر و برقرارسازی را از روی نقشه در حدود ناحیه‌های رشت، تاجیک‌آباد، لشت، نورآباد و سنگار اجرا نموده ایستادند. دوام 6 ماه سال جاری در زیرایستگاه خطهای انتقال برقی ناحیه‌های منطقه رشت به مبلغ 1 میلیون و 580 هزار سومانی کارهای تعمیری به انجام رسانده شد. برای تعمیر کارهای باقی‌مانده تجهیزات‌های ضروری دسترس گردیده کارمندان ساحه به دوره تیر ماه زمستان آمادگی همه‌جانبه می‌گیرند. سال جاری کارمندان شبکه‌های برقی منطقه طبق نقشه آمادگی به دوره تیر ماه زمستان باید به مبلغ 3 میلیون و 454 هزار سومانی کارهای تعمیر و برقرارسازی زیرایستگاه و ترانسفورماتور و خطهای برق را انجام دهند. این است که شرکت سهامی هلدینگ کشاده برق تاجیک برای پیشگیری از حالتهای صدموی در خطهای برق و زیرایستگاه‌های عمل کننده در موسم زمستان شبکه‌های برق را با تجهیزات ضروری از قبیل ترانسفورماتورهای زمانوی و نقلیات تامین نموده. اینچنین بنای مأموری از تعمیر خوش‌صفت برآورده شد تا شرایط کارمندان ساحه باز هم بهتر و خوبتر گردد. همزمان در نزد اداره شبکه‌های برقی رشت کارخانه تعمیر ترانسفورماتورها فعالیت داشته. تجهیزات تعمیر طلبی آن را کارگران در مهلت کوتاه از نو پوره برقرار می‌کنند. با مقصد کم نمودن تلفات نیروی برق در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها
бунёди якчанд нуқтаи трансформатории 10/04 иваз намудани трансформаторҳои сербор ба трансформаторҳои иқтидорашон баланд, иваз намудани ноқилҳои пулодӣ ба ноқилҳои алюминӣ дар хатҳои ҳавоӣ, барқи гуногун ва дигар корҳои пешбинишуда анҷом дода шуд. Итигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. даври сеюми мусобиқаи лигаи аввали футболи Тоҷикистон натиҷагирӣ карда шуд. мувофиқи иттилои Федератсияи футболи Тоҷикистон ду даста Равшани шаҳри Куло ва Исхатаи шаҳри Худжанд ки дар даври сеюм низ ғолиб омаданд, дар ҷадвали мусобиқа бо 9 имтиёзӣ пешсаф шуданд. шарҳи Раҳматшоҳи Обид. даври сеюми мусобиқаи лигаи футболи Тоҷикистон натиҷагирӣ шуд. ба иттилои Федератсияи футболи Тоҷикистон ду даста Равшани Кулоб ва Исхатаи шаҳри Худжанд ки дар даври сеюм низ ғолиб омаданд, дар ҷадвали мусобиқа бо 9 имтиёзӣ пешсаф шуданд. равшан дар майдони худ ваҳдати шаҳри ваҳдатро бо ҳисоби 4-3 шикаст дод. Исхата бар дастаи меҳмонон Исфараи шаҳри Исфара бо натиҷаи 2-1 ғолиб омад. Исфара бо 6 имтиёз дар ҷои севум қарор дорад. дар бозии дигар Саройкамари 5 дар меҳмонӣ Моҳири Ёвонро бо ҳисоби 5-2 шикаст дод. инчунин ҳулбики ноҳияи Восе дар меҳмонӣ Балчи шаҳри Ҳисорро бо ҳисоби 4-3 мағлуб кард. ҳосилоти фархор дар майдони худ бар дастаи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бо ҳисоби 3-1 ғолиб омад. танҳо як бозии даври сеюм миёни дастаҳои Паншери Ҷалолиддини Балхӣ ва Равшани Зафаробод бо ҳисоби 2-2 мусовӣ ба поён расид. бозиҳои даври чорум мусобиқаи лигаи аввал рӯзҳои 16-17 июл баргузор мешаванд. равшани шаҳри Кулоб дар меҳмонӣ бо Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва Исхатаи шаҳри Хуҷанд дар сафар бо Паншер рақобат хоҳанд кард. чор бозии дигар миёни дастаҳои Ҳулбук, Моҳир, Ваҳдат, Балхчӣ, Равшани Зафаробод, Саройкамар ва Исфара ҳосилот сурат мегирад. беҳтарин нишонзанҳои чемпионати Тоҷикистон ба ин дастаҳои лигаи аввал Аваз Қамчинов аз дастаи Ҳулбук бо 6 тӯб, ҳамчунин Умедҷон Азизов аз дастаи Ваҳдат, Акмалҷон Авазов аз дастаи Саройкамар, Мубинҷон Муминов аз дастаи Эсхата бо 4 тӯбӣ мебошанд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.